سلام. سه تا آموزش خیلی مهم بود که گفته بودیم براتون بذارم و امروز اومدم براتون ضبط کنم. یک مورد اول این که برای ورود به ربات وقتی این گزینه پلی رو میزدین خیلیاتون مشکل داشتیم و وارد ربات نمیشد. حالا تلگرام اومده چی کار کرده؟ اومده برای ربات ایکس امپایر این کارو کرده که شما وقتی روی پروفایل ربات کلیک میکنین اینجا یه قسمتی آورده براتون که باز کردن برنامه هست که وقتی اینو میزنین توی حدود 3 ثانیه برنامه براتون باز میشه. نکته بعدی اینه که خیلیاتون چون زبان ماسک امپایرتون انگلیسیه توی خیلی از بخش ها به مشکل خورده بودین و گفتم این آموزش رو هم براتون بذارم که چجوری میتونیم زبان ایکس امپایر رو تغییر بدیم. حالا صرف کنین ربات بالا بیاد تا من تغییر زمان ربات ایکس امپایر رو هم براتون بگم. شما از این قسمت بالا سمت چپ روی 3 خط کلیک میکنین و وقتی کلیک کردین اون قسمت دوم نوشته زبان و الان چون من فارسی هست. شما وقتی واردش میشین میبینین که انگلیسی و خیلی از زبانهای دیگه دنیا رو پوشش میده. شما از اینجا زبان فارسی رو انتخاب کنین و زبان ربات فارسی میشه. مشکل بعدی که داشت اینه که کامبوهایی که میداشتیم ساعت 1:40 یا 1:45 نمیدونستین که کجا باید وارد کنین. از این پایین سمت راست وارد قسمت شهر میشین و این قسمت سرمایه گذاری رو روش کلیک میکنین. اینجا کامبو میاد براتون و شما مثلا میگم اگر پرورش تکشاخ جز کامبوی امروز بوده اینجا میتونین مقدار سرمایه که میخواین سرمایه گذاری کنین رو انتخاب کنین. اگه کمترین حجم سرمایه رو بذارین خود سود کمتری هم میکنین، ولی خب وقتی بیشترین حجم سرمایه رو واردش کنین سود بیشتری میکنین. از این قسمت پایین قسمت ماموریت ها که وارد میشین خیلی ها پرسیده بودن که ما معمای روز متنی و معمای روز تصویری رو کجا باید وارد کنیم. 2 تا قسمت اینجا داریم، 2 تا معمای روزه. اونی که آر نوشته روش وقتی ضربه بزنین روش معمای تصویری رو براتون میاره که روزی 1 بار و ساعت 7:35 شب این معمای روزانه میاد که کدش رو هم توی کانال میذاریم و میتونین کپی کنین بیان اینجا وارد کنین. و معمای روزی که متنیه و ساعت 10:15 صبح میاد اینجا میتونین وارد کنین. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودین این که کدهای یوتیوب رو ما کجا میتونین وارد کنین. ببینین رفقا کلا روزی 2 تا کد یوتیوب میتونین وارد کنین که خود ماسک امپایر 2 تا از اون کدها رو انتخاب میکنه و روی اکانت شما میاره که معمولا آخرین کدهاییه که ماسک امپایر داده و شما باید از توی کانال بردارین و بیان اینجا روی یکی از اینها انتخاب کنین. مثلا اینجا گفته قسمت 34 یا همون اپیزود کد 34 رو وارد کنین. تماشای ویدیو رو میزنین از اینجا وارد رو یوتیوب میشین، از یوتیوب برمیگردین نیاز نیست ویدیوش رو تماشا کن، برمیگردین مجدد توی ربات و کدی که از توی کانال کپی کردین رو اینجا وارد میکنین. مثلا امروز برای من اپیزود کد 34 رو و اپیزود کد 35 رو آورده بود. تمام کد هم موجوده. نکته بعدی هم اینه که اینجا یه پاداش روزانه داره که شما روزی 1 بار وقتی وارد ربات بشین میتونین پاداش روزانه رو هم بگیرین. همین دیگه، چیز خاصی نبود، فقط چون درخواست کرده بودین گفتم که این آموزش رو براتون بذارم و ممنون میشم که اگه کسی نمیدونه براش ارسال کنین، ریاکشن بزنین و کامنت های خوب بذارین که ما هم انرژی بگیریم. هر درخواستی بود یا سوالی بود توی گروه بگین، ریپلای کنین یا آیدی من رو تگ کنین که من بتونم پاسخگو باشم.